در التماس با خفه نشید. بعضی عصبی صحبت میکنیم که حق میبینیم، حق میشنویم، گاه طاقت خدا خطاب میشود، گاه خدا خواهد انشاءالله آواز بلند میکنیم، گاه داد میگه لیکن همش با منفیت ما و شما است. انشاءالله خدا خواهد ما شما را دوست میداره. انشاءالله خدا خواهد ما همه چی شیاری زمین است. خدا خواهد چی بچه چی دختری همه شما خواهری ما هستی، همه شما مادری ما هستی، همه شما بابای ما هستی، همه ما شما اکی ما هستی. لیکن روز قیامت ما جواب میدادیم. محکمه سود الهی ده وقتی که حکمی به دوزخ کنه از گریبانی پیشوا اومده میگه اینجا بیا تو در دنیا بودی برفتی نون مخوردی چای مخوردی پول مگرفتی، تو یک بار نگفتی که نماز نگفتی، تو یک بار نگفتی که به نماز دوزخ میده نگفتی، تو فضیلتی نماز و به نمازی با من نگفتی، تو فقط خودت دونستی خدا اینو با دوزخ برمیفته. نه که همه زبس است. خدا حسابان کامل ببینن اکثر آدم بترسن. ولی پیش ما میگه بعضی خدا خواهد شکر میکنه گناهش میگه دوملوزون کامل کنیست. مازن کامل نیست تو کامل الهی کلوچت از داری. سخنی تو من میشنوم کوچه نمیشنود بولوگی میشنود. تو تا کامل خود زبس دارد نترس. آخر به ملا گام میزنی به ملا دفترکات نزبس دسته. اگر توبه کنی او دلیل میشه، توبه نکنی زیاده میشه. کدام زیاد جوانی را بینید مثل زنگی ایستست است، آبای دیده شعرس ریخته است. مادم برادر بشین گناه کردیم، داملا جان همه گناه کردم، امروز ترسی خدا در دیدم دور اومد، از خدا میترسم. چیکار کنم؟ آیا توبه کنم؟ آیا برگردم؟ خدا میبخشه مینه منی بدبخته گوردم میتیم مینه گریه به من آبی دیدم ره گفتم بشه جان گریه بکن. الله سبحانه و تعالی 4 نخواه دارد، الله دروازه دارد. خدا نمیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. میگه ای بندگان من از رحمت من ناامید نشین. خدا همه گناه ها را میبخشد. تا امروز نماز نخونیم، زنا کردیم، دزدی کردیم، قمار زدیم، آدم کشتیم، امروز توبه که بیا. امروز دروازه توبه شدگی است. روزی میشود محکم میشود، بعد توبه قبول نمیشود. 1000 بار پشیمان شو، 1000 بار انشاءالله خدا خواهد داد گو الله قبولش نمیکنه. امروز غنیمت است. تو امروز این وقتا را غنیمت دون، این جوانیات را غنیمت دون، رو به خدا بیاره کن. برای پیش ما خدا خواست چی کار باشد خدمت میکنید، چی نماز باشد طاعت عبادت یاد میدید. نماز کار خون طاعت کن عبادت کن. برادر من با شما میسوزم، شما فرزندی ما هستید، ما فقط مسئولیم. پیش الله خدا جواب بدید. اگر از ما میپرسد خدا علم دادم، درجه دادم، مرتبه دادم، چی خدمت کردی؟ من حق همیشه میگم، همیشه تا جان دارم. چی زیناست، چی دزدی است، چی فاضینی است، چی بی‌ناموسی است میگم. این وظیفه است. خدا من مجبور دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک. ای پیغمبر و ای جانشینای پیغمبر، ای عالم نگیری خودتا، ای مولا نگیری سالت در کلت. حق گو نترسه مردم، مرا کسی نگد، توش نگد. انشاءالله خدا خواهد این دنیا را بعد بینا، آخرت را نزد بینا و بهتر است. خدا خونجا را بندم گام ما شما را پیغمبری بزرگوار پیشواز مگیره، امتون گو در کنارش گیره. اونجا فخر است، دنیا جای فخر نیست. ولی ما نداریم چه میمونم. آیا من به ایمان میرم از این دنیا؟ به ایمان این الله بدوند. همه بزرگان اسلام از دم خوفی مردن، از به ایمانی رفتن، گریه میکردن. دائم بدناش میلرزید که چیکار میکنم چی میشود. نه فقط لیکن امید داریم انشاءالله فقط لا تقنطوا شعار هر یک مسلمان باشد. ناامید نشو. خدا خواهد بیا امروز رو بسوی خدا بیار. نماز کار کن، خدمتی عطا کن، خدمتی اپتا کن، خدمتی همسرات کن، خدمتی جامعه عالمی کن. انشاءالله خدا خواهد سعادتی تو دنیا نمیرسی. در اینجا با یک صلواتی محمدی صلی الله علیه و سلم صحبتی خود انشاءالله با پایان میرسانیم.